میکلانجلو مرسی دا کارواجو یکی از هنرمندان ایتالیایی فعال در روم، ناپل، مالت و سیسیل در میان سالهای 1993 و 1610 میلادی بود. کارواجیو چهره شاخص سبک باروک است و در نوع نقاشی و تکنیک های استفاده از عوامل رنگ و فرم تحولاتی ایجاد کرد. موضوعات مورد نقاشی او را عمدتاً مسائل مذهبی تشکیل میدهند. بد نیست سبک باروک را برای یادآوری ذهن بعضی دوستان به طور خلاصه بازگو کنیم. سبکی است که در طی قرون 17 و 18 میلادی توانست در اروپا حکمرانی کند و تأثیر عمیقی در معماری، نقاشی، مجسمه سازی و حتی شهرسازی بگذارد. باروک را اگر بخواهیم به آسانی شرح دهیم باید بگوییم که تنوع سبک‌ها عامل اصلی جذابیت سبک باروک است. آنچنان که سبک‌های رئالیسم، سمبولیسم و ناتورالیسم یا طبیعت‌گرایی در یک جا به کار گرفته می‌شوند. به طور کلی آزادی در طراحی، شمار زیاد شکل‌ها و درآمیختگی آنها از ویژگی‌های این سبک است. ریشه این کلمه احتمالاً واژه بارکو پرتغالی به معنی مروارید صیغت نیافته بوده است. البته گروهی هم بر این عقیده‌اند که معنای این واژه پوچ، زشت یا مضحک است. البته در آغاز بعضی را بر این باور بود که هرگز نباید خالق اثری بود که از قواعد یونانی و رومی پیروی نکند. نقاشی، معماری و یا مجسمه سازی. هرچند روزگاری این سبک معنای شکوهمند و پرتجمل را از آن خود ساخت. کارواجیو شخصیتی خشن و تندخو داشت و زندگی پرحادثه‌ای را گذراند. او با شرکت در جنگ‌ها، دوئل‌ها، ارتکاب قتل، به زندان افتادن و فرارهای مکرر زندگیش را پشت سر گذاشت. اما با وجود داشتن شخصیتی ناآرام و تغییرات پی در پی توانست پیشرفت کامل و یک پارچه‌ای در هنر نقاشی برای خود به دست آورد. کارواجیو یک نوآور خشن در نقاشی است که سبک رئالیسم قوی و عاری از انعطاف و تغییر شکل را ایجاد کرد. سبکی که به بیان تضاد در احساسات این مرد پرداخت. ویژگی قابل توجه و منحصر به فرد آثار این نقاش مربوط به عنصر نور است. پیکرها از یک پس زمینه تاریک و اغلب مبهم پدیدار می شوند. بر این اساس کارواجیو حقیقتاً هرگز وضع و حالت مدل‌های خود را در روشنی روز نشان نداد، بلکه آنها را در تاریکی اتاق بسته‌ای نشان میداد که فقط تابش نوری عمودی از بالا آشکارشان میکرد. در این حالت مهمترین بخش‌های بدن پیکرها مشخص است، در حالی که بقیه چیزها در تاریکی باقی میماند.